بالاخره جنگ و اینا استرس رو داره، ولی اینکه بخوام شهرم رو ترک کنم یا چیزی آذوقه کنم نه، چون بالاخره این سالها پیش اومده رفته این اتفاقا و اینکه من خیلی ناراحتم بابت اینکه اتفاقایی که افتاده. فکر ذخیره نیستم، فکر اینکه میگم بالاخره موفق بشیم بابت این کارهایی که با ما کردن جوابشون رو بدیم.